به 1001 دلیل. یکیش به خاطر اینه که مالیات، نه ببخشید، بیمه نمیخوان بکنن و سر حالا 1-2 ماه میگن خب مثلا شما حالا به هر بهونه‌ای که هست شما بفرما برو بیرون. حالا یا مثلا میتونه سر این باشه که خب چون حالا مثلا حقوقی که دارن میدن خیلی کمه، ممکنه مثلا طرف چون خیلی حالیشه، چون خیلی بارشه، یه حرکتی بزنه. خب پس اینو دارم میگم برای حالا میگم اصلا کاری ندارم چه دختر هستی چه پسر هستی، اصلا کاری ندارم به این قضیه. هر جایی که هستی که فکر میکنی اونجا درست نیست، چه خودت بخوای چه خودت نخوای، از اونجا میای بیرون. و به نظر من بیای بیرون خیلی سگ شرف داره تا اینکه مثلا ناراحت باشی از خودت که وای مگه مثلا من کافی نبودم، مگه من مثلا چی کار کردم که اینا دارن همچین برخوردی با من میکنن. میدونی چی میگم؟ میخوام اینو بهتون بگم که بچه اصلا مشکل شما نیستی، اصلا مشکل شما نیستی. یعنی 1% هم چون من میدونم اینو من کامل میفهمم که خیلی ها برمیگردن میگن نه ما برامون اصلا مهم نیست. اتفاقا همون آدم ها برشون خیلی مهمه، خیلی ناراحت میشن، خیلی به هم میریزن، ممکنه حتی یه روزشون اصلا کلن بره، اقدر اعصابشون خورد میشه. من خودم هم قبلا همین جوری بودم، ولی به این نتیجه واقعا رسیدم که اصلا مشکل شما نیستی، مشکل اصلا چیز دیگه ایه. مشکل اصلا شخص خود شما نیستی. شما حالا هر چقدرم که بارت باشه، هر چقدرم که بفهمی، اتفاقا جایی که شما میخوای نشون بدی که زیاد میفهمی، همونجا هست که میگن خب این خیلی حالیشه، به درد ما نمیخوره. ما کسی رو میخوایم که اصلا حالیش نباشه، که هر اتفاقی افتاد گردنش بندازیم. تو کار اینو من خیلی زیاد دیدم. کارفرما یه کاری میکنه که کارکنش نفهمه، اصلا خیلی چیزا رو اصلا گردنش میندازه که فقط حقوق کم بده، که فقط خیلی چیزا رو مثلا ازش بگذره. میدونی؟ برای همین دوست داشتم که اینو بیام براتون تعریف کنم که خیالتون از بابت خودتون کاملا راحت باشه. کاملا. اصلا فکر کنین